بارون 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 مثل مزه کیک تولد. جایی که بچه ها توش قصه نگن و قصه نشنون به درد نمیخوره، ما از اینجا میریم. ما همینجا رو با هم دیگه میسازیم، بالاخره همین خونمونه دیگه. اصلا هر کار خوبی که تو دنیا هست قبل از بچه ها ما باید انجام بدیم. کتاب را دوست من احمد اکبرپور نوشته و احمد بچه شیرازه، قصه‌اش هم خیلی رنگ و بوی شیراز داره. مزه 50 کیلو روله